خب برگردیم ادامه بدیم بچه ها. من از روی یکی از اون تمرین در واقع تصاویر خلاقانه‌ای که خدمتون داده بودم یک ایده گرفتم و بذارین این رو بتونشون و اون ایده این بود بچه ها. خب که آمده بود در واقع ایشون با این در واقع تصاویر جاده و این آقایی که ایستاده و این قابه اومد یه تصویر خلاقانه به این صورت خلق کرده. من تصمیم دارم همچین کاری رو انجام بدم بچه ها. خب بیایم اینجا قابشو که رفتیم آوردیم، این در واقع تصویر از فیلم جان ویک انتخاب کردم آوردیم. دوباره اینجا یه مدل سلکت کردن دیگر رو میخوام بهتون یاد بدم و این جاده. من میخوام اولین کاری که انجام بدم اینه بچه، میخوام بیام و دوباره این تصویر رو ببینیم. البته که اینجا آمده دو تا قاب رو آمده گذاشته، من میخوام تو همین یکی خلاصه بکنم، حالا نکات رو فقط خدمتتون عرض بکنم. اولین کاری که میخوام انجام بدم اینه که این جاده رو از اینجا این تصویر رو کنترل سی میزنم میارم اینجا، کنترل وی میارم میذارم روی این. چرا؟ به خاطر اینکه من میخوام این جاده رو در واقع بندازم روش دیگه. این زنجیر رو بیام از اینجا بزنم، اینا رو قبلا توضیح دادم بهتون. کم میکنم در واقع سایزش رو تا این هم سایز این در واقع تصویر من بشه. اوکی، اینو بذارم اینجا. یکم اپاسیتیشو من کمتر میکنم تا بتونم زیر کار رو ببینم. یکم اینجا زوم میکنم و ببینیم بچه ها، من باید بیام این گوشه های این جاده رو بندازم در امتداد این در واقع رؤوس یا رأس های این قاب که پرسپکتیو جالب تری داشته باشه. من بیام اینو اینجا کم بکنم، اینو مثلا بذارم اینجا، این رو هم بذارمش مثلا اینجا. اوکی، بد نیست. حالا با توجه به این کاری که بنده اومدم اینجا انجام دادم، بذاره بردمش بالا، دوباره اینو بذارم اینجا. حتی یکم اینجا بود اشکال نداشت، بس بذارم سر جاش. دوباره همه چیز ازم. اینو بذارم اینجا خط امتداد جاده رو و این رو هم بذارمش مثلا اینجا. اوکی. حالا اتفاقی که اینجا میفته بچه ها اینه، من اگر که الان بیام و بخوام ادامهش رو کار بکنم، این جاده اومده تا اینجا، این جاده این شکلیه دیگه، درسته؟ نگاه کنیم این امتدادش باید بیاد اینجا بره و من اینو ندارمش. اوکی، اینو ندارم و همینطور از این و اینجاش خالیه دیگه، یه کات که نمیشه بذاریم اینجا. یا اینو من اگر بکشم بیارم اینجا، ببین این شکلی، اینا رو باید شما بیای اصلاح کنی. به عنوان طراح باید بیای اصلاح کنی. ببینیم چه ایده ای به نظر بنده میرسه که این کار رو انجام. دوباره اپاسیتی رو کم میکنم، نگاه میکنم که فیتش باشه. اینجا که نبود و همونطور دیگه الان شد، بعدا دیگه 10 بار کاری نکنیم. اوکی، خیلی خوب. بیام اپاسیتیش رو زیاد بکنیم. من تنها ایده ای که به ذهنم میرسه اینه که بیام این تیکه رو امتداد بدم بچه. بذار ببینیم میشه یا نه. ایده خوبی هست یا نه. ببین من دارم فکر میکنم واقعا این کار رو انجام میدم. خلاقیت از منظورم همین بود دیگه، باید بدونی یه طوری این کار رو انجام بدیم. بذار ببینیم خود اینو چطوری امتدادش میتونیم بدیم. بذار ببینیم کلون استامپ اینجا اصلا به دردمون میخوره. ابزاری رو انتخاب بکنیم. بله، اوکی، بیا چسب. بله میشه اصلا با این سیستم برم. خب اینجاش نیاز به اصلاح داره یکم. بیام جاده بهش اضافه بکنم. این تیکه رو میخوام ببرم، البته نیازی ندارم.
اوکی، اینجا نسبتا در اومد و بیایم خط علفزار رو هم از اینجا اوکی بکنیم. نصف مناسب خودش ها بچه کاریه که باید حوصله داشته باشیم توش، وگرنه نتیجه نخواهد. اوکی، جاده رو همونطوری که میبینی من امتداد دادم. حالا اوکی، این تصویر احساس میکنم این نیاز نداره. حالا بیایم در واقع این تصویر رو برداریم. ما میخوایم اینو بندازیم تو دل این تابلو دیگه. پس چی شد؟ پس باید بریم یه طوری برای اینجاش یه فکری بکنیم. من چی میگم بچه ها؟ من میگم بیایم با سوادی که الان داریم اوکی یه شیپ بکشیم اینجا، بعد کریتین کلیپینگ ماسک بکنیم، همون چیزی که بهتون گفتم. نگاه کنیم. بیایم من اینجا یه شیپ بکشم اول، یه مستطیل مثلا. اوکی، خب حالا یا بذارین اصلا بریم سراغ همون سلکت که الان اینجا با هم صحبت کردیم. بیاین سلکتش کنیم چون این جلسه راجع به سلکت صحبت میکنیم. من بیام اینجا این گوشه های تابلو رو انتخاب بکنم به این صورت. اینجا اینو انتخابش میکنم. از این ور چی شدی؟ خب این رو هم بزنم اینجا. از این ور اینجا سلکتش میکنم و برمیگردم در نهایت سرش. اوکی، حالا اگر من این تصویر بالا رو باز بکنم این زیرش تابلوه دیگه، درسته؟ اینجا ببینین اوپاسیتیشو کم میکنم. قبول دارین ما این تیکه ها رو که دیگه لازم نداریم. خب پس باید اونا رو پاک بکنیم. اگر من الان بخوام پاک بکنم این تیکه رو پاک کنه بردارم، اینا پاک نمیشه بچه ها. اون جایی پاک میشه که شما سلکتش کردین. نگاه بکن این شکلی که این کار به درد ما نمیخوره. یک گزینه‌ای وجود داره اینجا. کجاست این چیزا؟ یک گزینه‌ای بچه‌ها اینجا وجود داره که ما میتونیم اون ناحیه‌ای رو که سلکتش کردیم رو ریورس بکنیم. خب اینورسش بکنیم، یعنی هر جا رو سلکت کردیم بگیم من همه جا رو میخوام به غیر از اینجا. این گزینه کجاست؟ ببینید بچه‌ها این ناحیه ما الان سلکت شده دیگه، درسته؟ اینها اینجاست. از اینجا میایم روی در واقع سربرگ سلکت، یک گزینه داره اینجا اینورس. شیفت کنترل آی هم میتونیم بزنیم. ببین الان همه جا سلکت شده به غیر از اون. دوباره من بزنم سلکت رو، برمیگرده نگاه اینجا این تابلویه. خب بقیه جاها یعنی کجا؟ یعنی این بیرونش دیگه. ببین سلکت اینورس، نگاه الان همه جا انتخاب شده به غیر از اینجا. حالا کافیه من بیام این بالاشو پاک بکنم. قبول داری دیگه؟ چون اونجا رو که نیاز نداریم. پس بذارین کار انجام. همینجا پاک کنه برمیدارم، شروع میکنم به پاک کردن این تیکه ها به این صورت. اینا رو پاک میکنم، به اون پایین زیاد نمیرم تا بعد اون پایین رو با دقت بیشتری برم کار بکنم. اوکی، اگر من اپاسیتی این رو زیاد بکنم همونطوری که داری میبینی خودش مونده این شکلی. نگاه اینجا خاطر که ناحیه سلکت همون کم کوچیک‌تر بوده اینجوری شده و دورش پاک شده. خب من برای اینکه بیام اینجا رو درست بکنم میام یه کوچولو تصویرم رو میکشم این ورتر و از این ورتر بیرونم به کم اینو اینجا تر بیام بذارم. اوکی، نگاه اون تیکه هاشم نسبتا پوشیده شده. خب این اینجا و همه چیز خوبه. حالا باید بیایم جاده رو پاک بکنیم. اول این امتداد جاده رو تا زیرش در بیاد. ببین اینجاها رو بخوام جاده رو مثل اون تصویر که تو نشون دادم در بیارم. دستمون رو این تصویره. دوباره بیایم پالیگان رو برداریم. من میخوام دقیقا همین لاین رو برم جلو بچه‌ها. نگاه کنید این شکل. پس من میام این تیکه رو از اینجا یکم از بالاتر بگیرم. من بیام این تیکه رو بچه‌ها اینجا سلکتش بکنم این شکل. اوکی، حالا بیام بالاشو پاک بکنم. چیکار بکنم برای اینکه تا این تیکه البته من لازم دارم چیکار بکنم؟ اینو یه ذره اپاسیتی شما کمتر بکنم زیرشو ببینید
این شکل. این تیکه رو میخوام ببرم دیگه. الان گفتم اگر که من پاکن رو بردارم اینجا کلیک بکنم اتفاق خوبی نمیافته، یعنی من اینجا رو میخوام پاک بکنم ولی فقط نگاه این داخل پاک میشه. پس از اینجا میام میزنم select inverse. خب میام اینجا سرقلم رو کوچیک‌تر میکنم. ببین اینجاها رو حالا میتونم پاک بکنم. اون نزدیکش نمیرم بچه، بهتون میگم چرا. اونجا رو باید با دقت بیشتری پاک بکنم. کنترل دی ناحیه سلکت هم بره این تا آخر. اوکی. حالا بیایم اینجا این تیکه ها رو با دقت پاک بکنیم. هم اونجا همین این لبه هاشو میخوام نرم‌تر بکنم با سوادی که الان داریم بچه. دوباره اوپاسیتیشو یکم کمتر میکنم بتونم در واقع خود تابلو رو ببینم به این صورت. خب بیایم اینجا میخوام این رد تابلو رو در بیارم. این در واقع چارچوبش رو سرقرم رو خیلی خیلی نرمترش میکنم. اینجا شروع میکنم به پاک کردن. ببین تا این در حتی شاید بتونم اینو نرمتر. خب این تا اینجا. حالا میام دوباره مثل همون جایی که شیفت رو زدم سرقرم کاملا نرمه. میام اینجا یه کلیک میکنم، یه کلیک اینجا میکنم. دیدی بالاش رفت. ببین داره نرمتر میشه به این صورت. اوکی. نگاه از این ور کاملا در اومد به این صورت. اوکی. حالا بیام این ورم همین کار رو بکنم. این بار بدون سلکت کردن دوباره این تیکه ها رو اول پاک میکنم. سرقلم میبرم بالا که هیچ چیز دیگه اینجا این دور بر نمونه. بعد اون جایی که دقت لازم داره رو میذارم. اوکی. حالا سرقلم کم یعنی نرمتر معذرت میخوام. این اینجا تا اینجا نگاه همه رفت. اوکی. اینو دوباره این تیکش رو از اینجا پاک میکنم. حالا باقی مونده سرقلم رو لبش رو تیزتر میکنم که به همه این اجزا رو بیاد برام پاک کنم به این صورت. تمام. کنترل صفر میزنم برگرده سر جاش. اوپاسیتیشو میبرم بالا. همونطوری که میبینید ما یه تصویری خلق کردیم که از داخل این در واقع تابلو اومده بیرون. این تا اینجا. اوکی. اوکی. این تا اینجا. حالا بریم خود در واقع اون شخص رو بیاریم. بریم جان ویک رو بیاریم. اینجا بچه ها میخوام کجا شد تصویرش. اینجا میخوام بتونی یه مدل جدید سلکت کردن رو یاد بدم. ببینید ما اینجا بیایم با چی انتخاب بکنیم به نظر شما؟ اگر بخوایم بیایم مثلا با این لسو کار بکنیم، ببین یا با مگنتیک لسو میشه یه کارایی کرد ولی اینجا خیلی اذیتمون میکنه. ببین بیا بذار برات تیکه رو ببرم مثلا. خب مثلا این پاچه شلوار رو من اگر بخوام اینجا انتخاب بکنم، نگاه یه مشکلاتی اینجا وجود داره. اولا این که نگاه اینجاها بالاخره یه سری چین خوردگی وجود داره و مشکل دومش این چیزیه که الان میخوام بهتون بگم. نگاه من این کنترل سی که بزنم بیارمش اینجا، مثلا لازم اینجا بذارم. ببین این دورش خیلی غیر مصنوعی چیه؟ مصنوعی. خسته شدم. دورش یه ذره مصنوعی داره در میاد بچه‌ها. ببین یعنی یه جایی این شکلی داره، خیلی اذیتمون میکنه. روش سریعتری وجود داره برای انتخاب یک همچین نواحی، اونم اینجای بچه‌ها. این پایین اگر شما نگاه بکنین یک گزینه وجود داره که اینم یه مدل سلکت کردنه. میاد چطوری کار میکنه بچه‌ها؟ کنترل صفر میزنم. اگر شما این گزینه رو بزنین ببین اینجا داره یه اتفاقایی میفته. نگاه سمت راستون در واقع پنجره لایه‌هاشو نگاه بکن. ببین این در واقع رنگ میگیره یه ذره‌ای. بعد اگر شما براش رو بردارین در این بخش از سلکت، بیاین براش رو بردارین، هر جا بکشین یک همچین شکلی داره بهتون میده، یه همچین رنگی داره بهتون میده. اوکی. این من چیکار میکنه؟ ایدهش اینه، میگه آقا وقتی شما این گزینه رو میزنی بیا یه ناحیه رو سلکت بکن، رنگ بکن، بعد این گزینه رو مثلا مثل اینجا، نگاه من میخوام سرشو سلکت رنگ بکنم، بذاره هاردنس رو میبرم بالاتر مثلا اینجا. خب این شکلی. بعد که اینو بزنی این تیکه همه جا انتخاب میشه به غیر از این تیکه.
خب کافیه بعد شما سلکت اینورس بزنی، نگاه الان همین ناحیه رو برات انتخاب کرد به همین راحتی. پس من میام چیکار میکنم بچه‌ها؟ به جای اینکه بیام برم با لسو این کار رو انجام بدم که خیلی هم سخت باشه، میام اینجا میخوام این تصویر از بک‌گراند جدا کنم، خود جان ویک رو انتخاب میکنم، بعد این دکمه رو میزنم سلکت اینورس میکنم میبرمش اونجا. بیا با هم این کار رو انجام بدیم. زدم اینو، این حالت فعال شد. بیا از اینجا شروع کنم. صدای موسیقی یکم زیادتر میکنم، این کار زمان بره. خب از یه ور شروع میکنین با یه سرقلم مناسب، نه خیلی نرم نه خیلی درشت، تیز، سفت، محکم، هر کوفتی که اسمش هست. خب سعی میکنم از اینجا بهترین رنگامیزی رو انجام بدم. البته که این تصویر میتونست با کیفیت تر باشه، ولی خب من زمان نبود دیگه، سعی کردم همین رو انتخابش بکنم بیارم. خب همینجوری دستم من بچه ها روی براکت باز و براکت بسته هست. هر جا نیازه سرقلمم رو در واقع دارم سایزش رو تغییر میدم. مثلا اینجا که میخوام همش انتخاب کنم سرقلم رو بزرگتر میکنم، اما اینجا که نیاز دقت بیشتری باشه سرقلم رو همینجوری که میبینین کوچیکتر میکنم و میام این نواحی رو انتخابش میکنم. خب ذره زوم بک بکنم، میام این ناحیه ها رو انتخاب میکنم. Six and a half hours later. Day 2. Day 3. Three weeks later. Many months later. Years later. سلکتش خب بد نیست، گویا تصویر سلکت شد. حالا من اگر روی این دکمه کلیک بکنم میبینین یه سری جاها رو در واقع نگرفته برام. اینجا رو بیام چیکار بکنم؟ اولا بیام بزنم، ببینین گفتم همه جا رو کنترل صفر رو بزنم، همه جا رو سلکت کرده به غیر از اینجا. پس اول میزنم سلکت اینورس، ببین الان خودش رو سلکت کرد تمام نواحی رو که ما انتخاب کردیم. اوکی، مثلا اینجا سلکت نشد. اینجا رو من بیام چیکار بکنم بچه ها؟ میتونم بیام اینجا لسو رو بزنم، بعد این اد رو بزنم، ببین اینم اضافه شد. مثلا اینجاها رو به شکلی میتونی اد بزن. خب یا اینجا که من احتمالا یادم رفته رو میتونیم بگیریم. جزئیات بیشتری اگر با خودمون ببریم اونجا میتونیم خودمون اتفاقای بهتری رو رقم بزنیم. خب این تیکه هم انتخاب نشده گویا دیگه. من احساسم اینه که خوبه. خب راضیم. حالا میزنیم کنترل سی کنترل وی. اگه من همینجا بزنم ببین روش کپی شد. بیایم اینجا کنترل وی. اوکی اومد اینجا. بیایم پرسپکتیوش رو اندازه بکنیم، سایزش رو. خب اینو میاریم میذاریم. دو تا راه داریم، اینکه اینو من اینقدر کوچیکش بکنم که اینجا قرار بگیره که داره میاد، یکم مثلا یه حالت گنگتر باحالتر بزرگش کنم که یعنی از تو تابلو در اومده بیرون. من خودم با این کار راحت‌ترم. خب یه ذره بچه‌ها این در واقع یه اصلاحاتی نیاز داره. از جمله این اولین چیزی که من اینجا میبینم. خب بعد یه ذره بچه‌ها این لبه هاش گویا ننشسته،
داخل این در واقع تصویر با سوادی که الان داریم، با توجه به اینکه خوبم هستا. ولی مثلا من از ویدیو استاپ کنم بچه‌ها. خب معذرت میخوام، داشتم میگفتم که یه ذره احساس میکنم اوکی نیست در واقع دورش، اما میگم با سوادی که ما الان داریم تنها کاری که میتونیم بکنیم این نهایتا بیایم اینو برداریم، هاردنس رو کم بکنیم، ابزار ایریزر رو یه ذره کوچیک‌تر بکنیم و یه ذره بیایم سعی کنیم این لبه ها رو کم پاک بکنیم تا نرمتر بشه. ببینید سفیدی هاش بره تا فید بشه اصطلاحاً توی این تصویر زیریش. خب ببین یه سفیدی های این دورش وجود داره که داره میکنه شده این تصویر. من سعی میکنم این سفیدی ها رو بگیرم. خب ببین اینجا کمی فید تر شد این داخل، یا مثلا کنار این در واقع باچه شلوارش رو اگه من بخوام یکم بگیرم فید میشه تو این آسفالته یا کنار کفشش. اوکی مثلا اینجاها بهتر میشه به این صورت و اینجا کنار موهاش اینجا خیلی افتضاحی بچه، سعی میکنم بهترش کنم. کم تا قسمتی ابری بهتر میشه. فتوشاپ واقعا بچه کار زمان بریه که اینو باید شما دل و حوصله‌شو داشته باشین و خلاقانه بیاین انجامش بدین. یا مثلا دور کراواتش اینجا خیلی بده. خب الان بهتر شد، یه ذره بیشتر نشست به کار. اوکی خب و به این صورت خلاصه ما تونستیم این تصویر رو خلقش بکنیم. گفتم میتونم اینو کوچیکتر هم بکنیم، انگاری داره از اینجا میاد ولی گفت احساس کردم بیرون باشه جذابیت بهتری داره. دیگه داره میاد سراغ اون کسایی که تمرین رو نمیفرستن. خیلی خوب برای این جلسه اوکیه. سعی کردم بهتون انواع روش‌های سلکت رو بگم، امیدوارم که بریم اینها رو تمرین بکنین و یاد بگیرین. سلکت کردن بسیار بحث مهمیه در فتوشاپ و اول جلسه بهتون گفتم هر کسی بتونه ناحیه انتخاب بهتری بکشه اون قاعدتاً فتوشاپ کاره بهتری هست. امیدوارم که لذت برده باشین از این آموزش امروز و تمرین رو هم براتون توی گروه میفرستم و همین دیگه. امیدوارم همیشه موفق و مؤید باشید. فعلا تا جلسه دیگری، خدا نگهدار.